تو به من گوش کن. به اینها اهمیت نده. تو نمی‌نوشی؟ نه من نمی‌نوشم. برای تو. آیکا چیکار کردی؟ ها؟ چیکار کردی؟ هیچی. خیز کنی خیز؟ رفیق مایور شناس بری میتوبد. ها؟ شناس بری میتوبد. شناس میتوبد؟ ها ژورنالیست تعریفی. چی باید کرد رفیق مایور؟ بار کنید. بار کنیم؟ بله. سرجان قربانوف اینجا بیا. بردار. خیز خیز خیز. بیا برو کنی دست خودم اینجا استا گذار استا یک لحظه. الو شاهنازه ابراهیمовна. السلام علیکم. شناخته ده؟ تشکر. شما نازید صحت سلامت احوالکاتون است؟ خیلی کار بسیار. نه نخواد من شما رو فراموش کنم شاهنازه. گوش کن شاهناز شیخ. این شوهرت چیکار کنیم؟ مست و است در هوشیارخانه شعبه ملیسا. این لطه هیچ آدم نشد. مناسبی من نی. وای مرا گران کرد. چه خیلی از خانه پیش کردنش را نمیدونم. راستی من چند مرتبه خواستم به جای کارشون زنگ زنم. فکر کردم که گپ می شود. آخر ما و شما شناسی داری نکو. این مایزده رزیل رو از جای کارش هم پیش کردند.
بپروا مون دو سه روز خوب رود. خدمتتان را به جا می‌آورم رفیق سردار. مشرفی مایا عیبی خودش هم شد. هممون گفتیم بیا به همین مردک نرس، آخر وی شهری باشد، اداره نشین نازوک، ما عزتش رو به جا آوردن نمیتوانیم. با کی میگویی؟ گپی خودم گفت. از آخری بلند آب نوشیدن خواست. انا عاقبتش آبی دیدش در بری رویش، دو بچهش پیش گشته آمد. بس کنید کلین. اکنون صغیره های وی مردک گردنی ما. نه روسیت ینگه، ما به گردنی هیچ کس بر نمی شویم. سال سیری کلین. گرسنگی نه، ای بست. بچه های مشرف حالا یک بردن نان شما نخوردند و الکه گپ زدیده. یه شرم دارید. نشوید. مویتون سفید شده است و از همین شورانگیزیتون نماندید که نماندید. همه را جمع می اندازید. من غمی شوهرم رو میخورم و بچه حلمندی کسلی شما رو. بیچاره روزی می شود که به یک سوم چشمش چور، ناتوان، کسلمند، همین خیل بچه دارید و با زبانتون دراز. یه دهنت پوشه. ای ینگه شما یک عمر همین خلید بخیل سیاه درون. از روزی که شنیدید که اپا هم میآیند به غم افتادید، جای شیش نمی آبید. ای شما یگان تای ما را چشمی دیدن ندارید، چوغز بر این تنهایی را می پرستید. راست گفتی دخترم. ای تو با یک ریزه جامت با من سر به سر می شوی؟ الهی روزی اپاد به سری تو هم بیاید. الهی به سری دعایی تو هم بدت به بیاید. خودت برگردد. شمایان با سگ سوز نمیگیرید. گوش کن تیربیزک، اگر اپات عیبدار نمی بود وی مردک او را سر داده زدی دیگر نمی گرفت. فهمیدی؟ عزتی پستتان در گور. عزتی پستی تو در گور خود چوبی را. گوش کن، من یک خریدار زور یافتم. یه ما به هر کس به پول دادن بس کردن در کار. زمستان نزدیک، نرخ میخیزد. فهمیدی؟ گوش کن نصرالدین، همون 10-12 فلک شیری که ماندگی هم بردا بالای میکنی. فهمیدی؟ بعد پولش حتما میگیری. خب از پی کار شو. فهمیدی؟ خب از پی کار شو. سلام علیکم. این اکای زیا علفوش گرفت؟ ها گرفت.
من رفته دستامشو. شین انا این کاسه گیر. رحمت بیچاره بچه ها گرسنه خوابیدنده. گرسنگی رو هم فراموش کردن دوچه جان. زیخ نشو دخترم، زیخ نشو. این شوربا رو گرفته خور. گیر مادرت حالا نمرده است. هیچ زیخ نشو، فهمیدی؟ مرم تو به دخترم. نبیره حکای بیبی از سلک بیبیش. مردک مشرف در این خانه زندگی کردن نمیتواند. کیلین قیامت کرد. بچه های مشرف حالا یک برده نان رو نخورده الکای تانه کرده گفت که انا نانخورهای تیار آمدند. دخترم زیق غم گرفته است تو را. کلینی کلانی؟ ها کلینی کلانی. کی میشد؟ بابای من چیکار هم کردم میتوانستم. خدا با انصاف دهد. سازش کنید. زبان یابید. تنها نزنید مردک. به این همدلی دخترم زرداب است. رنگ رویش کندگی. بیچاره کودکانش گردنشان کج. رحمی کس می آید. یگان کار کنید مردک.
وقتی که خانه ما میرویم ما باز همین حرف را همراهی پدران، مادران و اپاهای خود تکرار میکنیم که حرف را فراموش نکنیم و زیادتر در خانه چیکار کردن ما لازم است بچه‌ها. کنی هوپا دیدی نامده حاضر اوپا هیچ کس باور نمی کند که او صاحب تو فرزند است. تقوی مراد سستی نکن که از دست میدهی دادر. طلبگار این خیل زنها کم نیستند. السبیل در حقیقت هم زیبا، از دخترکش هم زیباتر شدستی. ای مراد همین خیل شوکی، همین خیل یک کپک مست سر دادستی. مردی احمق بوده است. کنه دخترم اینجا بیا. لپای دادا جان، از روی شنیدم با کار در اومده ای؟
ها خودی مدیر با مکتب جغ زده بودند. گفتند که کار کردن میخواهی؟ ها گفتم امروز روز اول کاریم. کار خوب نکرده دخترم. اکنون مردم چی میگویند؟ مردم میگویند که انا ایشان نعمت الله خان دخترش رو خورانده نتوانیست. شما با گپ مردم گوش ندهید دودو جان. یک خانه یافته دهید که با بچه هایم کاردار نشوند. من از شما خرسند. اکنون دخترم این دفعه از گپ من نبرو. این دفعه من خودم تو را صاحب خانه و در میکنم. انا دخترم، انا خانه، انا کلبه. من خودم تو را دعا میدهم، لیکن مخبرت را فراموش کن. بلا بپسش. فکر زندگی خودت را بین. شوی کن. چی شد مهربان جان؟ بچه ها میگوین که تو دادا نداری، سخیره به پدر هستی. راست، تو دیگر پدر نداری. دین خبری مرگش آمد. و تگی ماشین مانده بوده است. انا بینه کندگی و دریدگی. ماهو نگیرم نوش رو میخرم بچم. میلش شدن میگیرد. پتینکه نوه او پدرش خرد. حاجیان چی شد؟ چی گریه میکنی؟ کنی که سرت برد. کنی باباش رنجان. نه باباش نه، پتینکش درید است. ای جانی تقا حوز رفته نباشه خریده میبیارم. گریه نکن بچم. مهربان انا گیر پوش. ای جان شیرینه. انا پوش بچم تقوت آورد. کنی راه کرد؟ رحمت تقو. ای شیرین تقاش باداب ها. پدرشان رست و بگاه در نزدشان کتاب میخوند. نصیحت میکرد، عقل یاد میداد. اینها رو تو خریدی؟ با کی گفته ایستادم اینها رو تو خریدی؟ شرم داره؟ یک عمر روی جاگه خواب، یک پول فایده نیست. باز یک سوم نیم سومه که من با نوبی سوزن جمع میکنم تو گرفته به خواهرت و بچه های وی چیز میخری. شرم داره؟ بچه های خودت باشد پایلوچ، شکمشان گرسنه. دروغ نگوی. چی؟ تو با من حالا دروغ نگوی هم میگویی؟ ای شرم کنه. دیگر زنک میبود کیها از بحری تو گذشته برآمده میرفت. منم که تو رو طاقت کرده ایستادم، تو رو کسلبانی میکنم. با همین حالت یک سوم نیم سومه که من میابم تو گرفته به خواهرت و بچه های وی صرف میکنی. خواهرت باشد با من قهری از من رو گردونده است. تو نمیبینی من خودم گنده در این خاندان، اما پولهای من نقص، شوهری من نقص. ای بچه مهربان کنی زودتر بطینکا رو کشیده آورده به اینجا گذار. نشنیدی؟
با کی گفته ایستودم؟ کنی زودتر باش. کش بیار اینجا من. تقوی تو حالا پولیاب نشده است. اینها پولهای من.